احمدی نژاد رئیس جمهور باشن. کل این دولت از نظر ملت ایران مشروعیت نداره. خبرگزاری‌های ایران میگویند طی هفته‌های اخیر چندین مورد ابتلا به آنفولانزای خوکی در ایران مشاهده شده است. آرش علایی در گفتگو با دکتر کاظم عطاری رئیس پایگاه اطلاع رسانی پزشکان در ایران گزارشی در این باره دارد. در خرداد ماه امسال وزارت بهداشت ایران به طور رسمی اعلام کرد که این بیماری در یک نوجوان 16 ساله ایرانی الاصل که از ایالات متحده وارد ایران شده تایید شده و آزمایشاتی هم که بر روی این نوجوان انجام گرفت وجود ویروس H1N1 نوع تیپ A رو در این تایید کردن. از اون به بعد خب سیر سعودی مبتلایان به آنفولانزای خوکی رو ما داشتیم، ولی آمار رسمی حقیقتش در ایران وجود نداره داله بر تعداد مبتلایان. آنچه مسلم هست این هست که این آنفولانزای خوکی در ایران وجود داره و بعد از ورود این بیماری و تایید این بیماری در این نوجوان 16 ساله مواردی هم از ابتلاع بیماران و زائرانی که به کشورهای عربستان و عراق میرفتن و برمیگشتن تایید شد و بعد از اون دیگه ما سیر صعودی این بیماری رو داخل ایران داشتیم. بفرمایید که وزارت بهداشت ایران چه سیاستی رو برای پیشگیری از ادامه در واقع گسترش روند این بیماری اتخاذ کرده؟ در داخل ایران اولین کاری که انجام شد یه ستاد مقابله با آنفولانزای خوکی تشکیل شد که متشکل از 3 وزیر بهداشت و درمان، وزیر کشور و وزیر جهاد کشاورزی ایران همراه با 2 معاونت رئیس جمهور ایران ستادی رو تشکیل دادن برای مقابله که در واقع محل تصمیم گیری برای مقابله با آنفولانزای خوکی در داخل ایران هست. بعد از اون هم با توجه به اینکه این بیماری انتظار میرفت از طریق مرزهای هوایی بیشتر وارد ایران بشه، قرنطینه‌های در فرودگاه‌های داخل ایران انجام شده و الان هر گونه بیماری که علائمی از ابتلا به آنفولانزا داشته باشه حتما قرنطینه میشه و تحت آزمایشات لازم و معاینات دقیق قرار میگیره. میشه لطفاً راجع به علائم این نوع بیماری صحبت بفرمایید؟ علائم این بیماری همونطور که همه دیگه این چند روز شنیدن با توجه به شیوع این بیماری در سرتاسر دنیا مثل آنفولانزای انسانی هست، یعنی دقیقاً درد بدن، دردهای عضلانی و مهمترین مسئله اینه که تبهای ناگهانی وجود داره، یعنی فرد کاملا سالم هست در طی 1 تا 2 ساعت تب بسیار بالا همراه با گلودرد پیدا میکنه و مهمترین به حساب سابقه‌ای که در اینها وجود داره این هست که تماس با فرد مبتلا رو طی 3 تا 4 روز گذشته معمولا ذکر میکنن. ضمن این که یه موردی هم که هست اینه که ایران ادعا میکنه که یعنی داخل ایران که داروی ضد ویروس آنفولانزا رو داخل ایران ساخته شده که این به صورت به شکل کپسول هست، اما نگرانی که باز تو جامعه پزشکی وجود داره در مورد انواع مختلف آنفولانزای خوکی هست که توی هنگ کنگ و دانمارک گزارش شده که مقاوم به این دارو هستند.